به نام خدا. اینی که میبینید طلای قرمز است، زعفران، یعنی پیاز زعفرانه که اینجا در خراسان شمالی تقریبا در همه مناطق ایران میشه کاشت. فقط تنها جایی که نمیشه کاشت چون آبیاری کمی باید بشه، فقط در شمال گلستان نمیشه کاشت، باید جایش خشک بشه. تقریبا هر 1 ماه 1 بار آب میدهیم و این زعفران در ماه 3 برج 3 اینا تو زمین خوابن و بعد از 7 سال همه کشاورزها اینا رو از زمین در می آورن و میبرن یه زمین دیگه میکارن تا 7 سال باز برداشت کنن. بینندگان عزیز، زمینی که توش پیاز شده، پیاز ازش در میاریم زعفرانو دیگه، تا 7 سال نمیشه اونجا پیاز کاشت. باید گندم، جو یا چغندر هر چیز دیگه ای میشه بجز پیاز زعفران، چون 7 سال از اونجا حاصل زعفران رو برداشت کردیم دیگه نمیشه، امکانش نیست که در اونجا پیاز زعفران تولید کند. بینندگان عزیز نگاه کنیم، پیاز اعلا سمت خراسان شمالی، سمت فاروج، پیاز اعلا الان قیمتش 25 تا 27-30 تومن به فروش می رود و هر 1 هکتار زمین تقریبا 10 تن زعفران می برد. خیلی ممنون از شما بینندگان عزیز که میتونین کمترم بکارین. هر 1000 متر 1 تن زعفران استفاده میشه و زیاد آبیاری هم نمیخواد، همه جای هم میشه کاشت. فقط هر کجا که کاشتیم برای اولی ماه که آبیاری کردین تو برج 3 وقت کاشتشه 2 بار پشت سر هم آبیاری کنین، بعدش هم هر 1 ماه 1 بار. از شما بینندگان عزیز متشکرم. از این فرصت طلایی استفاده کنین و همه جا از این پیازهای زعفران بکارید. پارسال در سال 1343 اینجا خود زعفران طلای قرمز کیلوی 85 میلیون شروع شد و تا برج 9 به 100 میلیون هم رسید. هر کیلو زعفران خشک 100 میلیون تومان فروش رفت. متشکرم از شما بینندگان عزیز. خدا نگهدار تا برنامه بعدی.